دوستان به این میگن محور شیر تنظیم دما. وقتی که آب از این سوراخ باریکه حرکت میکنه دبی کم میشه، دما میره بالا که بهش میگن، حالا اصطلاحاً بچه ها بهش میگن حالت زمستانه. وقتی که اینجا قرار میگیره دبی بالا میره، دما پایین میاد. حالت تابستانه، زمستانه، تابستانه، زمستانه، تابستانه. تکرار کنید: زمستانه، تابستانه. وقتی که روی این حالت قرار داره حد اکثر 6 تا 6.5 لیتر، بسته به مدل آبگرم کن 3115 یا 3118، حداقل 6 تا 6.5 لیتر آب از اینجا عبور میکنه. دلتا تی حدودا 40 درجه میشه، یعنی اگر دمای آب سرد ورودی 20 باشه دمای آبگرم خروجی میشه 60. اگر این قسمت قرار بگیره دبی خروجی هولوش 11-12 لیتر میشه. البته اگر فشار آب در این حد باشه. دلتا تی چقدر میشه؟ حدودا 20 درجه، یعنی اگر 20 درجه باشه دمای آب سرد ورودی خروجی میشه 40 درجه.